سلام بچه ها، بفهمه بشینین. آقا بفرم، آقا بتمه. خب بچه ها، این زنگ تاریخ داریم. هفته پیشم بهتون گفته بودم میخوام از ادام سوال کنم. آقای پسر پاشو. آقا نه تو هم میگم ها به تبریزی. بلند شو. جانم. بگو بینم سلطان حسین چگونه بر تخت پادشاهی نشست؟ میشه بیام عملی انجامش بدم؟ بفرما، خواهش می‌کنم، بفرما. کفتری نشست. جان؟ چهارزانو نشست. چی؟ بابا اصلا سرپا مملکت رو اداره کرد. آی مهدی امینی شرمندتم، خجالتم رو به دیوار. عیانا شما جواب این سوال میدانی؟ به کارم نمیاد یاد بگیرم. سلطان حسین کیه؟ وجودشو داشته رو تخت نشسته. دست خوش داره. ایول، دم شما گرم. آی امینی ببخشید شرمندم جسارت کردم وقتا نگرفتم. بمرت جواب بده. آقا تو می‌بینی سلطان حسین می‌دونی در موردش صحبت می‌کنیم؟ نه فکر نکنم. داداش ما آقا عبادت نمی‌کنیم، مفری نمی‌کنیم داداش به مولا. اکثر جاد ناشیدی. همه چربتی تو بگو. به سختی آقا. آبای کلا یه نفر توی کلاس درس خوانده. قشنگ توضیح بده حالا. به سختی خیلی سخت. نه میفهمم، قشنگ توضیح بده راجبش. واقعیتش آقا بواسیر داشت، سخت نشست و برخاست کرد. gelmiyorsun niye? Cevap